به نام خدا، با عرض سلام. من دکتر داوود شفیعی هستم، متخصص بیماری‌های قلب و عروق و فلوشیپ فوق تخصصی نارسایی و پیوند قلب از مرکز قلب شهید چمران اصفهان. در یک سری ویدیوهای آموزشی می‌خواستم در مورد نارسایی قلب با شما صحبت کنم. امروز و در اولین قسمت می‌خوام در مورد تعریف نارسایی قلب با شما صحبت بکنم. قبل از اینکه بخوام نارسایی قلب رو برای شما تعریف کنم، باید اهمیت این بیماری برای شما روشن کنم که چرا ما داریم به این مسئله می‌پردازیم. میدونید نارسایی قلب امروزه در کتاب‌ها و منابع پزشکی به عنوان یک بیماری خطرناک که بعضاً از بعضی از بدخیمی‌ها و کنسرها داره مرگومی بیشتری رو ایجاد میکنه ازش یاد میشه و میتونه موجب ناتوانی، بستری‌های مکرر و یک کیفیت زندگی پایین برای بیمار بشه و حتی بعد از ترخیص هم عوارض بیماری فرد رو رها نمی‌کنه. بیمار بهبودی کامل نداره. پس در واقع با یک بیماری خیلی مهم روبرو هستیم و باید به دقت به تمام جوانبش بپردازیم. قلب یک عضو با وزن حدود 400 گرم باید توی هر بار پمپاژ حدوداً 90 سیسی خون رو وارد شریان آئورت کنه که از اونجا تحویل تمام اندام‌ها و تک تک سلول‌های ما بشه. این قلب دو تا وظیفه داره. خون رو باید درست تحویل بگیره و درست هم پمپاژ کنه. پس خیلی ساده میتونیم نارسایی قلب رو به دو قسمت خیلی مهم تقسیم بکنیم. یکی اینکه قلب نتونه خون رو به درستی تحویل بگیره و دوم اینکه قلب در اون وظیفه پمپاژش و حرکت رو به جلوش کارش رو به درستی انجام نده. اول من بهتره برم سراغ اون قسمتی که قلب در واقع پمپاژ خوبی رو نداره. شاید شما خیلی این رو شنیدید که قلب شما یا قلب بیمار شما مثلا 20% داره کار می‌کنه. این اصطلاحی که خیلی رایجه و اگه بیمار شما دچار نارسایی باشه احتمال زیاد این اصطلاح رو بارها خواهید شنید. در واقع این که قلب 20% یا 10% یا یک عددی داره کار میکنه چی هست؟ میدونید یکی از پارامترهایی که توی اکوکاردیوگرافی که یک ابزار ساده و تقریبا دم دست هست برای تشخیص بعضی از بیماری‌های قلبی عروقی اینه که ببینیم کسر تخلیه یا اصطلاحاً اجکشن فرکشن چند درصد هست. در واقع تقریبا به صورت ساده همون میزان خروج خون رو از قلب شما نشون میده. این اون عددی هست که به شکل درصد برای شما بیان میکنن. تقریبا کسر تخلیه نرمال حدود 50% در نظر گرفته میشه. 50 55 60 یک عدد تو این رنج در واقع. و اگه این از این عدد پایین تر بیاد میگن شما دچار نارسایی قلب شدید، از اون مدلی که در واقع قدرت پمپاژ قلب کاهش یافته. اما گروه دوم اون جاییه که قلب خون رو به درستی تحویل نگیره. خب میدونید ریه ها باید خون رو به قلب چپ تحویل بدن یا اندام ها باید به قلب راست خونشون رو تحویل بدن. اگه اتفاق نیفته خب ریه محتقن میشه و ممکنه بیمار شما دچار تنگی نفس بشه. همینطور اندام ها، اگه اندام ها خونشون رو به راحتی خالی نکنن به سمت قلب، خب ممکنه مثلا احساس تورم در شکم ایجاد بشه، ممکنه اندام‌ها متورم بشن و یک سری علامت‌هایی که بعداً در اون باره هم صحبت می‌کنیم. پس در مجموع اگه بخوایم به طور خلاصه عرض کنم اینه که قلب باید به درستی خون رو تحویل بگیره و به درستی اون رو پمپاژ کنه. اگه هر کدوم از این وظیفه‌ها رو به درستی انجام نده، نارسایی قلب ایجاد میشه. خب حالا نارسایی قلب چه علامت‌هایی رو ایجاد می‌کنه؟ مهمترین و شایع‌ترین علامتش تنگی نفس هست که اول توی فعالیت‌های سنگین ممکنه بیمار حین بالا رفتن از پله‌ها دچار تنگی نفس بشه، اما به مرور این تنگی نفس بیشتر و بیشتر میشه و حتی ممکنه در حالت نشسته استراحت هم تنگی نفس ایجاد بشه. گاهی این تنگی نفس اینقدر زیاد میشه که بیمار نمیتونه حتی دراز بکشه و گاهی ممکنه شب تا صبح رو به حالت نشسته سپری کنه که خب این در واقع علامت خیلی بدی هست، یعنی بیماری خیلی پیشرفت کرد. علامت بعدی اینه که روی شکم یا اندام‌ها ممکنه یک تورمی ایجاد بشه که این برآمدگی رو قشنگ بیمار میتونه حس کنه. ممکنه مثلا کفش دیگه اندازش نشه، ممکنه انگشتر تنگ باشه یا امثال این. از سایر علامت‌ها میتونیم به بی‌حوصلگی، کم اشتهایی، ضعف شدید و یک سری علامت‌های شاید غیر اختصاصی اشاره بکنیم. در مجموع کسی که دچار نارسایی قلب هست توان خیلی خوبی نداره، تو فعالیتاش زود خسته میشه و کلاً بی‌حوصله‌تر هست و مجموعاً اینها باعث میشه که کیفیت زندگیش کاهش پیدا کنه. پس در مجموع با یک بیماری مهم و ناتوان کننده
هم برای بیمار و هم برای همراهانش روبرو هستیم. پس شاید یه سوال پیش بیاد که چه عواملی، چه بیماری‌هایی میتونن ما رو به سمت نارسایی قلب ببرن و من میخوام در ویدیوی آموزشی بعدی در این باره با شما صحبت بکنم. پس ما رو تو ویدیو بعدی همراهی کنید.